درک واقعیت‌های اسرارآمیز قبل از ساخت یک استراتژی معاملاتی. در قسمت‌های بعد مراحل و چگونگی ساخت یک استراتژی معاملاتی رو به شما یاد میدم، اما الان و قبل از اون میخوام با شما سنگامو وا بکنم. در واقع میخوام شما یه مقدار واقع بینانه‌تر به یک استراتژی معاملاتی نگاه کنید و یاد بگیرید در تمام مراحل ساخت یک استراتژی فقط به واقعیت‌ها توجه کنید و از خیال و توهم بیرون بیایید. حرفای این قسمت خیلی مهمه، پس لطفاً تمام توجهتون به من باشه. جام مقدسی وجود ندارد. قبل از هر چیزی باید بپذیرید که قرار نیست در این بازار یک استراتژی داشته باشید که اصلاً ضرر نکنه. اگه کسی درباره همچین استراتژی با شما صحبت کرد، بدونید که عقلش رو به طور کامل از دست داده. یادتون باشه در هر استراتژی هم سود داریم و هم ضرر، ولی برای ما فقط برآیند معاملاته که مهمه. نبوغ در سادگی است. کورتیس انفیس، نویسنده کتاب شیوه لاک پشت ها، جمله جالبی درباره معامله گری داره. در همه این سالها دیدم معامله گرهایی که استراتژی های ساده تری دارن سود بیشتری از بازار میگیرن، اما متاسفانه خیلی از ماها اصلا اینطوری فکر نمی‌کنیم. برای ما جذابیت در کابین یک ایرباس و پیچیدگی های اون معنی شده که در معامله گری کاملا نادرسته. به این تحلیل نگاه کنید. به نظرم اگه به تحلیلگر اون بگید $1000 بهت میدم و تو فقط یک بار دیگه این خطوطو بکش، حتما از زیر این کار در میره. مطمئن باشید. البته به نظرم این نمیتونه یک تحلیل باشه و فقط یک شوخی و سرگرمی بوده. این یکی هم همینطور. این که بیشتر شبیه به یک اثر هنریه. به نظرم اگه لئوناردو داوینچی نقاش ایتالیایی الان زنده بود و به جای نقاشی دوست داشت معامله گری کنه، تحلیلاش توی همچین مایه هایی بود. به نظر من یک استراتژی و قوانین اون هر چی ساده تر باشه بهتره. اصلاً کمالگرا نباشید. بازارهای مالی و شغل معامله گری اصلاً به درد آدمهای کمالگرا نمیخوره. این دسته از آدم ها فکر میکنن که همه زیر و بم تحلیل تکنیکال رو باید یاد بگیرن، بعد همه رو با هم قاطی کنن تا از دل اون بتونن یک استراتژی برای خودشون درست کنن که همه رو خیره کنه، ضرر نده و فقط توی یک سال میلیون‌ها دلار براشون پول در بیاره. یادتون باشه اصلاً چون این چیزی وجود نداره. شما میتونید سبک‌های مختلف معامله‌گری در تحلیل تکنیکال رو یاد بگیرید تا ببینید کدوم سبک و روش برای شما جذاب‌تره و با کدوم روش ارتباط بهتری میتونید برقرار کنید. اما نباید در یک معامله از همه اونها و به طور همزمان استفاده کنید، چون خیلی از سبک‌ها و ابزارها با هم همسو نیستن. یکی میگه بخر و اون یکی میگه بفروش. مثلا فرض کنید شما میخواید از سیستم ایچیموکو برای معاملتون استفاده کنید. خب الان قیمت از ابر کموی قرمز خارج شده و این یعنی سیگنال خرید، و اگه شما توی این نقطه وارد بازار بشید و استابلاستون رو بر اساس قوانین مدیریت سرمایه‌تون تقریباً 1% زیر قیمت در نظر بگیرید، میتونید این مقدار سود کنید. یعنی توی یک معامله تقریباً 4 برابر ریسکتون سود میکنید. حالا کمالگرا میشید و میگید که بغیر از شرط خروج قیمت از ابر کموی قرمز باید مووینگ 100 هم مووینگ 200 رو به بالا قطع کرده باشه و میبینید که دیگه الان نمیتونید وارد این معامله بشید، چون دقیقاً توی همین کندل که سیستم ایچیموکو میگه بخر، مووینگ 100 شما مووینگ 200 رو به پایین قطع کرده و این یعنی بفروش. ممکنه بگید اشکالی نداره، این یک معامله رو از دست میدم، ولی به جاش تو معامله های مطمئنتری وارد میشن و تعداد ضررهامو کمتر میکنم. مخالفتی با شما ندارم، چون این استراتژی مال شماست و به تعداد آدم های روی کره زمین میتونه استراتژی وجود داشته باشه که تازه همگی سودآورم باشن. ولی به یه چیزی دقت کنید، هرچی تعداد معاملات برنده شما نسبت به معاملات بازنده شما بیشتر باشه،
نسبت میزان سودهاتون به ضررهاتون کمتر میشه. توی مدیریت سرمایه بهتون یاد میدم که شما نمیتونید این دوتا شاخص، یعنی به ترتیب وین ریت و ریسک تو ریوارد رو با هم بالا ببرید و بالا بردن یکی دقیقاً به معنای کاهش اون یکی. به همین دلیلی که دو نفر با دو استراتژی متفاوت، یکی با ریسک بیشتر و یکی با ریسک کمتر، میتونن به یک اندازه سود کنن و این یعنی هیچ استراتژی به استراتژی دیگه برتری نداره. پس لطفاً هر روز به فکر تغییر استراتژیتون نباشید. میبینید؟ بازی جذابیه نه؟ توی مدیریت سرمایه خیلی باهاتون حرف دارم. منتظرم باشید. به استراتژی خود وفادار باشید. هر استراتژی در برهه‌ای از زمان زیان آوره. این موضوع قطعی و اجتناب ناپذیره. دلیل اونم بسیار ساده است. استراتژی ها به دو دسته کلی تقسیم میشن. یا به دنبال تعقیب یک روند در بازارن یا به درد بازارهای رنج میخورن. خب بازارم که نمیتونه همیشه روند داشته باشه یا همیشه خنثی و رنج باشه ها؟ من در تمام این سالها ندیدم که یک استراتژی بتونه روی همه بخش‌های بازار خوب عمل کنه. مثلا فرض کنید شما یک استراتژی ترند محور دارید یا به اصطلاح شما ترند تریدر هستید و الان بازار حالت رنج داره. خب ممکنه مجبور بشید چندین بار با حد ضررهای کوچیک از بازار خارج بشید. مثلا فرض کنید بر اساس قوانین مدیریت سرمایه‌تون شما میتونید روی هر معامله 1% ضرر کنید و در مراحل بک تستی که روی استراتژیتون انجام دادید میدونید که در گذشته و بدترین شرایط بازار استراتژی شما بیش از 15 ضرر متوالی نداشته که البته درباره همین ها بعداً دقیق‌تر و خیلی مفصل‌تر با هم صحبت می‌کنیم. الان فقط میخوام یک مفهوم رو برسونم. الان شما در این قسمت بازار هستید و مثلا 10 تا 1% ضرر می‌کنید، ولی بعدش بازار بیدار میشه و وارد بخش ترند خودش میشه و شما این سود خیره کننده رو تصاحب میکنید. پس لطفاً به استراتژی خودتون وفادار باشید.